سلام علیکم رحمت الله. شخص بعد ادای عمره از روی نوفهمی از شهر مکه با خود یک سنگ را گرفته می آید همچون یادآوری. آیا این سنگ را چیکار کنه؟ پرتام یا اینکه امکانیت این کارای نکن. تو اون سنگ های مکه یگانتش مقدس نه، یگانتش تبرکی هم نه. اون سنگ است مانند دیگر سنگ ها. حتی همین حجر الاسود، سنگی که از جنت آمدگی، حضرت عمر رو به روش با اومدند و گفتن که یا حجر انی اعلم انک حجر. ای سنگ، من میدونم که تو یه سنگی، نه فایده آورده میتونی نه ضرر رو دور کرده میتونی. فلولا انی رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم قبلک ما قبلتک. همین که من پیامبر صلی الله علیه وسلم نمیدیدم که تو رو بوسه میکردم، بوسه نمیکردم. یعنی من توی فقط به یک خاطر بوسه میکنم. دیدم که رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشوای ما تو رو بوسه کردن، من همچون اقتدا با اون حضرت تو رو بوسه میکنم و الا میدونم که از تو نه فایده هست نه ضرر. حجر الاسودی که از جنت آمدگی. این سنگ های کجای چا میکنید برداشت آمده پرتید، هیچ گپی ندارد. اینقدر ساده نشویتون برادرها. میگن دوام سوال همین بود که سنگ های برده مدینه و فرد نه پفتن گریدیم تاجیکستان. سبحان الله.